دعوای میرزای شعبان مومنویچ در نمایندگی جرأت اشتراک اینجایویچ و خدمت و کوچره نورمحمد و جاوبری سراسط قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان و همجاوبری غیرت و شیرینه و درباره ریاندن ضرر مادی و معنوی را دیده برآمده سود معین سود با دسترسی ماده‌های 198 سادسه کدکس ملک‌های برزنی جمهوری تاجیکستان اعمال کرد. دعوای میرزای شعبان مومنویچ در نمایندگی جرأت اشتراک اینجایویچ و خدمت و کوچره نورمحمد و جاوبری سراسط قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان و همجاوبری غیرت و شیرینه و درباره ریاندن ضرر مادی و معنوی قسمت قانع کرده شود. از حساب جوابگر سراسط قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و فایده میرزای شعبان مومنویچ ضرر مادی و مبلغ 97265 سومونی و 37 درم ریانده شود. از حساب جوابگر سراسط قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت جمهوری تاجیکستان و فایده میرزای شعبان مومنویچ ضرر معنوی و مبلغ 20000 سومونی ریانده شود. از بالای حلنامه در مدت یک ماه توسط همین سوپر کلک حربی سپیالی جمهوری تاجیکستان شکایت کاساسیونی وارده ممکن است رئیس کننده امضا هستند.